هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای پابگوری که با وعده دولت جوان به بسیجی های وارفته دلخوشی میده و میخواد با این روزه ها نظامش رو سرپا جلوه بده. به دولت جوان و حزب اللهی معتقدم و به اون امیدوارم و البته دولت جوان صرفاً به معنای این نیستش که با یک رئیس دولت جوانی، اونم جوانه به معنای مثلا 32 ساله من باب مثال داشته باشه. نه، دولت جوانه دولت سرپا و بانشات و آماده‌ای که در سنینی باشه که بتونه تلاش کنه و کار بکنه. احتمالاً رئیس دولت جوان مورد نظر عظما یه چیزی تو مایه های جنتی لعنتیه که وقتی میخواد یه جمله بگه 6 تا کله معلق میزنه. هم مباحثه من بعدش عرض که درس میداریم و تو و شفارس باید که واقعا ما از جدا شد از مذهب حقانی شهید از دست رفته و بعد آقای این جنتی خودشم نمیفهمه چی داره میگه. البته این قضیه فقط مختص دایناسورهای عمامه‌دار نیست. تو نظام ولایت هیچ کس نمیفهمه چی داره میگه. یه نمونهش این جوجه توریسیان نظام و حرفای صدمرگ غازش. معلومه هیچ کدوم اینا نمیتونن ذوالفقار رو بزنن. موشک ذوالفقار تازه گفتم مثلا سجل ما سرعتش اونم بیشتره. چرا نمیتونن بزنن؟ این تا بخواد رادار اینو اصلا چجوری شناساییش میکنه؟ به فرض شناساییش کنه. کجاست؟ 1 ثانیه بعد 2.5 کیلومتر اونورتر این. موشک هوتی که ما داریم تو 1 ثانیه 100 متر زیر آب میره. این بیشترین سرعت تحرک زیر آب یه شیء کلا تو کل دنیا. فقط روسا و ما توانایی ساختشو داریم. از قمپوزای این جوجه بسیجی که بگذریم میرسیم به واقعیت نظام ولایت که توش از راه اندازی یه ماشین آتش نشانی هم عاجزن. اینم فیلمش. ملت زنگ زدن به آتش نشانی که بیا بابا آتش خاموش کن، اما ماشین آتش نشانی راه نمیفته. تازه آخوندا اگه موشک هم بسازن باهاش یا مردم رو میزنن یا میزنن به نافچه های خودشون. اما 19 شهید و 15 مجروح بر اثر سانحه در شناور پشتیبانی سبک کنارک. روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد این حادثه هنگام اجرای تامین دریایی در آبهای جاسک و چابهار رخ داد. نفری که تو سامانه موشکی آخوندا شلیک میکنه رو باید بیارن پیش این بابا که نقطه زنی رو ازش یاد بگیره. این قضیه خطای انسانی تو نظام ولایت به قدری مفتضح شده که بچه ها اینجوری ازش تقلید میکنن و دستشون میدازن. بازتاب مانورهای خامنه‌ای و رزمایش‌هاش هم تو فضای مجازی یه چنین چیزاییه. فرامون یه پیامی دارم به خامنه‌ای بی‌ناموس دیگه نمیخواد مانور بدی برای ما بابا، نمیخواد رو با وحشت بدی به آمریکا و اسرائیل. بی‌ناموس دوبار دیگه مانور بدید از ایران دیگه هیچی نمیمونه. بی‌ناموس مانور نه من نمیخوام مانور بدید. بی‌ناموسا بشینید سر جاتون، مردم به خودتون نخندونید. نفرت و تنفر مردم از خامنه‌ای و رژیمش اشک بسیجی‌ها رو در آورده. یه نمونهش رو با هم ببینیم. حضرت عباس قلب من میشه ای دوست دار قلب رضا با تو بشینه به نفعش به احترام کن داشت به مفتزه علی حال گرونیه هرچی هست تقصیر این بنده خدا نیست که تقصیر این بنده خدا نیست. بس به رهبر من فشتن من چیزی باش
مشتی باش. منم چی مستم. من با اشکار ندارم. من با تا کسی با من کار نداشته باشه هیچی کار ندارم. اما کسی بخواد با رهبر من کار داشته باشه جلو تصویر جلوم باشه به مولا با دندونام میتوامش. داداش بی احترامی نکن، نوکرتم، بی احترامی نکن. خودزنی آخوندا فقط به عرصه موشکی و دریایی محدود نمیشه. اینا موشک هم نداشته باشن اینجوری همدیگه رو میزنن. آقای لاریجانی، اگر تو و علی و شخص علی مطهری و شخص آقای جواد ظریف و شخص حسن روحانی 4 روز دیگه که مسئولیتتون توی مملکت تمام میشه پاتون رو توی یک مسجدی، خیابونی، جامعه‌ای بگذارید به دلیل اینکه شما بانیان اصلی برجام بوده اید، مردم توی صورت شما تف میندازن. آقای حسن روحانی، آقای جواد ظریف و آقای علی لاریجانی، برید به جهنم حالا که دارید میلرزید. وسط این همه دعوا تنها چیزی که هیچ ارزش نداره جان و سلامتی مردمه. این آخوند کله کرونایی رو ببینید که به پنهانکاری در زمینه کرونا هم رضایت نمیده و میگه کلش توطئه است. واقعا این خبری که دارن میگن در باب کرونا دروغه. این خبر انقدر بزرگ نیست، خطر هست ولی اینجوری نیست که اینا میگن. این پشتش کاریه، توطئه‌ایه. به نظر من مقام معظم رهبری روز نیمه شعبان در بیاناتشون در روز میلاد وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا که فرمودن این خطر بزرگی است ولی ما خطرهای بزرگتر از این داشتیم. مراقب توطئه دشمن باشید. همین رو می‌خوام. مشنگستان این هفته رو با مشنگ گور به گور شده نظام شروع میکنیم که 4 تا جمله میگه توش 60 تا چیزه. ملت چی داشت اون وقت؟ چیزی نداشت که دستش میشستن یه چیزی انقدری درست میکردن. مگه این مقابل اون چیزی که اونا داشتن یه چیزی بود؟ لکن حالا جدیدترین خواب و خیالای این آبغورگیر عمامه‌دار رو بشنوید که میخواد با این خالی بندی ها ولی فقیه شاخ شکسته رو جلوی بسیجی ها بالا ببره. این عالم جلیل القدر ابوالشهید میگوید من در این تشرفی که خدمت حضرت به برکت شب قدر پیدا کردم سوالاتی که داشتم یکی در مورد مقام معظم رهبری بود. پرسیدم آقا حضرت آقا در نظر شما چجورن؟ حضرت فرمودن ایشان از ماین، ایشان از ماین سلمان و منا اهل. به قدری این جریان منو شارژ کرده. ما رهبری داریم که قماش حضرته. البته این روزه ها دیگه هیچ دردی از نظام ولایت دعوا نمیکنه. حالا دیگه آخوندا خودشون هم به تنفر مردم از رژیم عمامه به سرها اعتراف میکنن. من دارم رانندگی میکنم یه لحظه ممکنه حواسم نباشه سر یه پیچ راهنما رو دیر بزنم. ماشین به پشت سریم یهو میگه هوی مثلا. این هوی گفتنش فقط به خاطر دیر راهنما زدن من نیست. از دور عمامه منه که میبینه یهو معطلیش تو فلان اداره، رشوه فلان قاضی تو فلان دادگاه، فلانجا پدرش در اومده، بچهش بیکاره، فلان چیز شده، انقدر تومن، همش جمع میشه رو هم دیگه. این حجت الاسلام کرگدن رو هم آوردن توی تیویریش که مثلا آخوندا رو باهاش تبلیغ کنن، اما بند رو آب داد و گفت چون از مدرسه اخراجش کردن مجبور شده بره آخوند بشه. بعد 96 واحد باید پاس میکردیم، 96 واحد باید میخوندیم. من یه سال اضافه خوندم 56 واحد پاس کردم. 4 ترم مشروط شدم. میدونید مشروط دیگه اون کسی که معدلش تک رقمی میشد. شما 4 تا هم تجدید بیارید معدل میشه 12. بله میدونم آقا. من 4 ترم مشروط شدم، مدرسه منو اخراج کرد. گفت شما باید بری شبانه یا برو بازار، خودتو معطل نکن. یعنی دیگه قانونا نمیتونستم تو مدارس دولتی درس بخونم. از مدرسه اخراج شدیم و دیگه ادامه زندگی که اگر صلاح بدونید. آخوندا از ترس مردم میخوان دزدی و اختلاس و مال مردم خوری رو عادی کنن. ببینید پاسدار زرقامی چطوری با نیش باز از مال مردم خوری دفاع میکنه. وقتی میتونستیم بخوریم بعد بگی آروم آروم بخورید. نه از الان تا اذان صبح میتونید.
میشه خورد؟ بله بله. اون چیزی که نمیشه خورد بیت المال فقط آقای زرقامی. من فکر کنم تنها چیزی که میشه خورد شما شدید میزبان که تنها چیزی که میشه خورد بیت المال تو این کشور. شما تو خونه میزبانید، ما گفتیم اینجا میزبانی کنیم. روزخونها به قدری بازارشون کساد شده که برای بازارگرمی به خرج کردن کلمات متفاوت رو آوردن. مثل این جوجه مداح که فکر کرده اگه تو روزش بگه اومانیسم خیلی تحمیلش میگیرن. پدر ریشه است، پدر بزرگ ریشه است، ریش سفید احترام داره. تو دین ما انسان دروغ میگن این اومانیسم و این حرفا و اینا، دروغ میگن این اومانیسم و این حرفا و اینا، دروغ میگن این اومانیسم و این حرفا و اینا. به قرآن اینها انسان رو قبول نداره. حالا برای اینکه روشن بشه آخوندا چقدر انسان رو قبول دارن، به حرفای این قاضی جنایتکار گوش کنید که بعد از صدور کلی حکم اعدام اومده توی تیوریش و اینطوری میگه: خوش به سعادت اون قاتلی که اعدام میشه. چرا؟ همین. یعنی پاک میشه. خوش به سعادت اون قاتلی که اعدام میشه. مشنگستان این هفته رو با حرفای عظما درباره کاپشنش به پایان میبریم که در سال جهش تولید خودش زیرا به تولیدات داخلی رو میزنه. میتوانیم ما در داخل تولید کنیم، چرا خارج چیز کنیم؟ خود من 2 تا کاپشن داشتم که برای این گاهی پوکر میرفتیم استفاده میکردم. اینا خارجی بود، سوغاتی برای من آورده بودن. اینا رو دادم، رد شد. از این داخلی ها گفتم تهیه بشه. حالا این رو هم اینجا بگم، من متاسفانه تولید پوشاک داخلی ما که یک تولید سابقه دار و قدیمی و ریشه داری است در کشور و الحمدلله خیلی خوبه، این عیب بزرگ رو داره که روش مارک های خارجی رو میزنن به دروغ. این کارو غلطه. همین کاپشنی که گفتم برای من خریده بودن، من دیدم که روش یه چیزی زدن که این تولید خارجی است که دروغ بود. خیاطشو میشناختیم، میدونستیم کی درست کرده و کی درست کرده. تیوریش همچنان مشغول پخش صوتیه، از روبوسی رو آنتن زنده تلویزیون در بحبوحه کرونا. آقای رئیسی ممنون که مدرسه رو برای ما ساختی که ما بتونیم توش درس بخونیم. دستتون درد نکنه. صمیمانه دستتون رو میبوسم. الهی قربونت برم. الهی قربونت. موفق باشید. تشکر. متشکرم از شما. الله که ماشاءالله این بچه‌ها چقدر موفق باشید. خیلی ممنون. مثل پسر من به حال بایی. تا رود درازی آخوندی که اسم برنامه‌ای که تو شرکت کرده رو نمیدونه و صدای مجری تیویش رو هم در میاره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام محضر مبارک قطب عالم امکان بقیت الله الاعظم ارواح نرتباب مردم الفدا و نائب به حقشون خلف صالح امام راحل سلام الله علیه، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای سلام الله تعالی و عرض سلام و ادب محضر همه ملت ایران بر همه مسلمین بر همه انسان‌ها، مخصوصا کسانی که بیننده شبکه سوم و برنامه خوب سلام صبح یا صبح ایران. آجی این همه صحبت کردی، خب یه مطالعه کوچولو هم درباره برنامه می‌کردیم دیگه. بعد 5 دقیقه‌مون هم رفت. بریم سر اصل. سلامت. من در خدمت شما. حالا همه این حرفا یه طرف، حرفای این یکی هم یه طرف مدعیه که اسرائیل رو دیده و تازه اسرائیل خیلی هم نازه. بعد آخوندا میگن تحریما به نظام فشار نیاورده. خب پس این چیه؟ بالا سرم دیدم که یه پیکر بلند قامت با یه ردایی و یه چهره خیلی انرژی مثبت، خیلی شاد، خیلی قابل اعتماد داره میاد. یه پیکر فوق‌العاده قد بلند، یک هیبت بی‌نظیر که تو اون لحظه به قلبم الهام شد ایشون حضرت اسرائیل هست. این موجود واقعا بی‌نظیر و نازه، دوست داشتنی. سکانس آخر رو به یه دابسمش عجیب و دیدنی اختصاص دادیم
که تلفیقی از موسیقی هندی و تمرکز عجیب این آقا روی عضلات صورتشه. Muru gappe mane,